دوگ سوره بدوش انداخته یاد ز ملک دل دو لشکر ساخته یاد ز ملک دل دو لشکر ساخته یاد دوگ سوره. خب سلام دوستان، یک سلام گرم و نرم برای شما دوستای عزیز. ما فعلا در کارتسی هستیم، از پل سرخ رد شده و فعلا اینجا را که تخریب می‌کنن دوستا، به خاطر سرک خیلی تنگ بود و مردم رفت آمد نمیتونست، موترها هم اینجا کلا به رابندی بند میموندن دوستا و فعلا ما در اینجا هستیم که مردم ها اینا میبینین در حال کار کردن اینا هستن دیگه دوستا. برای آبادی کشور هست این کارا، برای همه خدا کنه که کشور ما آباد شوه و سمت برچی هم تو کاربار جریان پیدا کنم مثل همی کارتسی. و دوستای عزیز دیگه ما کوشش میکنیم که ویدیوهای خوب و خوبتر برای شما در نشر بذاریم دیگه. تصویر چقدر یک تالار قشنگ زیبا و چقدر بزرگ بوده به خدا، هم که تخریب میشه دیگه. ببین که چی میشه دوستا دیگه، وطن ما جور میشه نمیشه. این قسمت ها را خراب شده و همی تو جریان داره، این تا تخریب شده، این تا تخریب شده میره دیگه. خدا کنه که یک کاروبار خوب هم صحیح برای مردم ما جور شود و مردم ما سرکار شود، از این بیچارگی و ایرانی بیرون شوند دیگه. اقتصاد هستن دوستا دیگه، ببینیم که چی میشه. خب وطندارای عزیز دیگه، راه برای مردم و برای موترها خیلی نزدیکتر شده. به خاطر از این نزدیک شده، قبلا که بود مردم ها میرفتن در سمت پل چوبی و کارت 4، از اونجا موترها دار میخورد سمت علاودین میرم و فعلا نیاز نیست که در سمت کارت 4 و از پل چوبی اونجا برم، به خاطر که اون راه نزدیکتر شده. میتونه که از اگر سرک جور شوه، وقتی سرک جور شد میتونه که از مستقیم از خود پل سرخ دار بخوره و سمت علاودین بره. در تصویرم انشالله برای شما نشان میدیم که چقدر به پل سرخ و علاودین نزدیک شده دیگه. فعلا خداحافظتان دوستا، باز انشالله در خدمت شما هستیم.